سلام و درود خدمت شما. ما اومدیم با یه ویدیوی باحال دیگه. این بار چالش هدفون. سلام دوستان، بی چالنجر هستم و امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. قانون اینه که خب یه کلمه این انتخاب میکنه، من ایرپاد میذارم تو گوشم و کلمه رو به من بفهمونه و لبخونی کنم و همینجوری نوبتی پیش میریم بدون معطلی. درسته دیگه؟ آره دیگه. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. کوکیلویه اسکول نه، کوکیلویه و بوی رحمت. آروم آروم، کلمه به کلمه. کوکیلویه نه ده کوکیلویه و بوی رحمت. بی ناموس دلغک. بذار عوض میکنم. نه دیگه باید حدس بزنم. خیلی سخته. عوض کن. استامینیفون. اینو فهمیدم، استامینیفون. آفرین. خیلی صدا زیاده، فکر کنم اصلا صدای ایرپاد بیرون هم میومد. آره بیرونم تو ویدیو هم افتاد. به قرآن خیلی صدا زیاده، آدم هیچی نمیشه. این کلمه اول رو فهمیدی؟ نه چی بود؟ کوکیلویه و بوی رحمت. تنزی یا کورسی نه. خب نوبت من شد. لولو، دودول. لولو، لولو، لولو. ممرو، لولو. ممرو، ممرو. بو بول. اوکیه. دوست دخترم. جونم. ببین کلمه به کلمه این خودم. دوست. جوجه، دوست دوست دخترم. دوست دخترم. بهم. به آسونه. سیستان، سیگار. سیستان. سیستان. نه سیستان. سیستان و مازندران. آسون بود. سیستان و مازندران. با ترامپ. تیراب. ترامپ. با ترامپ. تو رو همه شو گفت جزون. تو با ترامپ تو. اوکیه. با ترامپ تو کاخ سفید. عاطفه چه ربطی داره؟ ویدیوی گیر داده با عاطفه. کاخ سفید. عاطفه. باور کن نمی‌فهمم چی میگی. کاخ با ترامپ تو کاخ. تو کاخ سفید. کاخ سفید. با ترامپ تو کاخ سفید. فلافل خوردیم. چی خوردی؟ فلافل. با ترامپ تو کاخ سفید فلافل خوردیم. بنازن چرا ما ترامپ چه ربطی به عاطفه داره؟ من نمیدونم. باید بی ربط باشه دیگه. اینو نگاه کن، میگه باید بی طرف. کسخون، من دارم ترامپ رو میگم عاطفه. فوشم داد تو کامنت ها بنویسید دهنشو سرویس کنم. پدر سگ. خودتی کونی. نه ادامه بده. پدر سگ. آرومتر صحبت کن. پدر سگ.
را را به به درخت بست. چه؟ پدر پدر سگ را را در به پدر سگ را به درخت. پدر سگ را به درخت بست. بچه رو من اینقدر طول میگه حدس بزنم. مردی بستنی مردی بدی مردی پستی مردی پلیدی مردی پنیری قصه ننت خار بست. مردی مردی در در مترو پستون مترو مترو مردی در مترو مردی در مترو مردی در مترو با مردم با مردم راجب عاطفه صحبت کرد. چه صداش اینقدر زیاده هم بیرون میادم بکنم بود. این خوبه، این آهنگش خوبه، همینجوری نگه میدارم. جومونگ شنبول جومونگ شنبول اوکی. شو جو شو جو او جو بو ج بوگیر ج ج کیک ج ژل ج جور جومونگ جوموی جومونگ او جون ادامه ندار. چرا جومونگ جومونگ تسورا تسورا جومونگ دلسوزانه تسو چون تسو تسو را را جومونگ تسو را با را جومونگ تسو را برد برد. کجا برد؟ آلمان دانند. یه مرده نمک یه مرده نمر در نمر درده یک مرد کیک پنیر کیک ساندیس کیک و پنیر. ساندیس خور یه مرده یه مرده یه مرده میخوره به نرده میبینه پیرمرده نه یه مرده میخوره میخوره به نرده کس ننه هر کی نخنده. رسول رسول چرا سودت میزنه اینجی نمیشه رسول رسول کمک رسول کمک همین. فکر نمی رسول اینقدر زود بتونی حدس بزنی. مستر بین این دیگه خیلی صداش بلنده. همینو بذار تا آخر بمونه. مستر بین پسته مستر بین پستون کلن گیر داده به پستون. مستر بین پیتر چک پیت چه ربطی داره؟ مستر بین پسته بود پس بود مستر بین آفرین. مستر بین میزو میزون مستر بین میزو بیزو میزو پیزور میز را بیزار میز را میزار مستر بین میز را میز را در باسنش در باسنه فرو کرد نه فرو خواهد کرد. خواهد کرد. جین خیلی صداش بلند بود. دوستان برای بار اول چالش های ما مساوی داشتش. همش از شما متضاد میشه. ببین خودش هم چیه؟ وقتی یوتیوب خودم زدم و وقتی تو زدی
من کلا یه دفعه شکست خوردم، اونم نفر دوم شدم. نفر دوم مجازات نداشت، چاله 3 نفره بود. نه نفر اول من شدم تو اون ویدیو. نه یه دفعه فقط، اونم تو این ویدیو که 24 ساعت فرشاد منو کنترل میکرد. یه بار مجازات شدم، مجازات سخت. میتونید برید ببینید، ما الان وسط چنل اشکان روشنیم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، اگه خیلی بهتون چسبید، لایک فراموش نشه، کامنت به قول فرشاد خارجی بذارید و سابسکرایب یادتون نره. چنل منم این بالا میذاره، حتما یه سر میذارم اون بالا میذارم، چنلشم هر دفعه میذارم دیگه. همین بعد من نمیذارم، خوبه؟ نه دیگه. چنل منم این بالا میذاره، حتما اونجا هم یه سری بزنید. اگه از من خوشتون اومد، ویدیو خوشتون اومد، سابسکرایب یادتون نره. تا درودی دیگر، به درود. درود.